دلانگیز در ترکیه ازدواج کرد. دلیل ازدواج دوم دلانگیز در ترکیه چی بوده است؟ نشر تصاویر تازه دلانگیز که اصلا باورتان نخواهد شد. شوهر اول دلانگیز در کجاست؟ دختران دلانگیز نزدیکی است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. دلانگیز یکی از هنرمندان جوان کشور شهرت و محبوبیت نچندان خوبی دارد، ولی بعد از آن که از شوهر اولش جدا شد و کارهای هنریش را مستقل ساخت و کاملا به شکل دیگری به کارهای هنریش پرداخت. دلانگیز ازبک می باشد و با شوهرش بصیر تنها اولین آهنگهای هنریش را سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده قرار گرفت. اما بعد از آن که دلانگیز مشهور شد، از شوهرش جدا شد و با دخترش روانه کشور ترکیه شد. دلانگیز در ترکیه زندگی می کند. وی تازه چندین عمل جراحی زیبایی صورت و اندام انجام داده است و کاملا شکل و شمایلش را مانند مدلان عربی ساخته است. دلانگیز در ترکیه در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کند. برنامه‌های مختلف موسیقی برای دوستداران و طرفداران صدایش می سازد. تازه تصاویر دلانگیز در صفحات مجازی نشر شده است که وی با یک مرد پولدار ترک ازدواج کرده است. اما تاکنون دلانگیز درباره جزئیات بیشتری این ماجرا ابراز نظر نکرده است. ولی دلانگیز مصروف ساخت آهنگ‌های جدیدش است. دلانگیز دخترانش نزد خودش است، ولی شوهر اولش در افغانستان زندگی دارد. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه ذات الجلال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری این دو هنرمند خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان دلانگیز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.